بالاخره خریدمش دوستان. پراید صبا. قرار این ماشین ما با هم دیگه عروسکش کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. چراغای ماشین که مات شده و جونی نداره، جلو پنجره هم همونطور که میبینید شکسته. خط عقبای ماشین 131 است و ترک داره و شکسته که بعد عوض شه. قالپاق که نگم دیگه، از طرح ساده و قدیمیش خوشم نمیاد. داخل ماشین طرح و تمیز سالم با رودریای طرح جدید. تنها ایرادی که داره آفتابگیراش از جنگ جهانی دوم برگشته و اصلا جای خودش وای نمیسته. رودریا از رو پیچ شده و ظاهر کارو خیلی زشت کرده و دستگیره شیشه‌ور قدیم گذاشته رودری جدید. کنسول زیردستی نداره و کنسول دندش هم طرح سبایی قدیمه که باید جفتش عوض بشه و یک سردنده جذاب و شیکم براش نصب کنیم. آینه‌های ماشین که به زور چسب وایساده و اومدم جمعش کنم که شکست. پایین سپر جلو 4 تیکه شکستگی داره که باید سپر عوض. صبح روز اول فهمیدم ماشین استارت نمیخوره و روشن نمیشه و با قول دادم ماشین رو روشنش کردم و سریع رفتم که باتری ماشین رو نشون بدم و تازه فهمیدم فهمون ماشین کج نصب شده. ساعت 10 صبح رفتم باتری سازی و دیدم باتری سازی تعطیله و دوباره برگشتم. با خودم گفتم خطرهای ماشین کهنه و شکسته، پس بهتره عوضش کنم. عوض کنیم. همینطور که میبینید خطرهای ماشین 131 است و مات شده. پس اومدم قفاریان یدک و یک عالمه خطرهای اسپورت نئوندار و فابریک موجود بود. انقدر طرح خطرها زیاد بود که یک روز کامل داشتم فکر می‌کردم چه مدلی بخرم و تصمیم گرفتم جدیدترین مدل خطر یعنی 3 بعدی رو نصب کنم. پس خطرهای ماشین رو باز کردم و خطرهای جدید چون فول LED هست و نیاز به لام نداره، فقط سوکتش جا زدم و 4 تا مره رو بستم و نصب شد. و فهمیدم که خطرهای اسپورت چون که پرس است و اب داره دیگه نیازی به درپوش نداره. و در پایان این کار شیک و جذاب نمایان شد. هنوزم یه چیزی کمه برای اسپورت شدن و تصمیم گرفتم قاب نمره رو عوض کنم.